و عمر هر یکی شما برکت از این همدیده زیادتر عطا شود. همدیاران عزیز، مهمانان عزتمند، البته اهالی شهرک نوآباد و تشکیلات و مؤسسه های جماعت شهرک در حیات سیاسی و فرهنگی و اجتماعی ناحیه و بیرون از آن در قلمرو جمهوری نیز سهمی ارزنده میگذارند. از همه شما همدیاران عزیز احترامانه خواهش کرده می شود که به خاطر امروز خرسندی، به خاطر این توی و آبادی، این زیبایی دیاری عزیزمان یک کفگوبی کوهستانی میزنیم. سربلند باشید همدیاران عزیز. همدیاران عزیز، هموطنان گرامی، اینگان ساعت‌هایی که برای گذرانیدن جمع آمد راهپیمایی پیش بینی شده بودند با آخر میرسند و من با کمال احترام امروز خرسندی را بار دیگر به همه شما مبارکباد گفته و از تمام مردم شریف شهرک نوآباد احترامانه خواهش می نمایم که در ورزشگاه شهرک چاره‌بینی های ورزشی و فرهنگی این لحظه برگزار می گردند. تشریف همه شما را انتظاریم. همدیاران عزیز، بعد از گذرانیدن چاره‌بینی های فرهنگی در میدانچه ورزشی شهرک نوآباد تمام تویانه آراسته شده است و از همه شما خواهش میکنیم که به محفل فرهنگی امروزه ما تشریف بیارند. یک بار دیگر احسن به مردم شرفمند و عزتمند شهرک نوآباد. یک خرسک شود کفگوبی کوهستانی. سربلند باشد. مرحمت و ورزشگاه و تماشای برآمد پیشوای ملت، اساسگزار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با واسطه آینه نیلگون ساعت 3 برگزار می‌گردد. از همه شما احترامانه خواهش میکنیم که این لحظه مهم و این روز خرسندی را با واسطه آینه نیلگون شیشته یکایک تماشا کنید و امروز کشاده شوی چرخی اول نیروگاهی برقی آبی راهون با تشبوس به واسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و مهمانان و زیایان مملکت برگزار می گردد. امروز را برایتان مبارکباد می گویم. سربلند و سرفراز باشد همدیاران عزیز. خرسک بزنید. مرحمت به ورزشگاه.